حتما. من ریدم تو این یخچال که فقط توش باد خنک میکنی. سرسو نکن خیلی که تمرکزمو به هم میریزی. من ریدم تو این زندگی که هیچی پیدا نمیشه بخورم. 2 دقیقه خفه شو سفارش مردم آماده کنم. اگه این برگر گوادو سوزوندم تو جوابشو میدی پوفیوز؟ اسکول ما کیوفتم نداریم بخوریم. نشستی تو بازی برگر درست میکنی؟ بیام برگر رو تو شورت بابا تو درست کنم با؟ من گشنمه. اینه بهترین رکوردو زدم. به من میگن یه آشپز حرفه‌ای. تو شاشپزم نیستی با اون قیافت. چیه توی بالا پای میپری؟ بشین یه جا تا عامل زلزله نشدی. متوجه هستی که پول نداریم؟ آره میدونم زندگی سختی داری. نه پول داری نه دول. خاک تو سرت. مسخره. میگم غذا نداریم بخوریم. میگی چیکار کنم؟ زن بزن سی جی ببین اگه چیزی کاسب شده یه غذا بخره بیاره. ستارخان سلام آقا، خسته نباشید. درت بازه. جان؟ در ماشینو باز کن دوباره ببند. ستارخان میرید؟ معلومه که میرید. نمیرید میترکی. آها که اینطور. فقط لطفا سریعتر، من عجله دارم. اتفاقا من به سی جی 3 سود سرعت در ثانیه معروفم. صفر کن تا ببین. شرفم رفت. کاش نشیده باشه. بذار یه بحث را بندازم حواسش پرت شه. راستی چقدر بنزین گرون شده؟ به گوزت دایی. شنیدی؟ من که بهت گفتم صفر کن. اولین مسافرم نیستی که چوب پنبه شله. کلا من میگازم، مسافرا میگوزن. ولی جدی بنزین بعد گرون شده. همه چی گرون شده بابا. دلار 47 تومن، خط فقر 20 میلیون. کار خودشونه. ولی به نظر من آمریکا عامل بدبختیه. تا جلو گوزتو بگی نمیخواد نظر بدی. شنیدی اصلا رادیو امروز صبح چی گفت؟ نه والا چی گفت؟ اگه نشنیدی که دیگه هیچ. چقدر پول میدی بخوام اخبار رادیو هم واسط بگم؟ مرسی آقا، من همینجا پیاده میشم. اوکی پیاده شو. ببین 5 ستاره یاد نره. خفه شو بابا پدر سگ. لاشینم فوش داد. خب این شد 96مین مسافری که موقع پیاده شدن فوش میده و با ان یکی میشه. کم کم هر چی بی تربیت از جامعه پاک میکنم. دعیوسا. تاکسی. این که سیجای خودمونه. سیجای جمعایی که اومدم. نگاه خودم نیا. این قرمساق آشنابازی در میاره پول نمیده. الو سی جی خودتی؟ عشقم بنال لفله. عزیز دلم اگه مسافر داری یکم دیگه زنگ بزنم مزاحمت بشم. بابا بنال مسافر به چپ هم نیست. داش مرسی. داداش سوء تفاهم نشه، البته شما هستی. بگو دیگه چی میخوای؟ میگم میتونی برگشتنی چند تا ساندویچ بخری دوره هم بخوریم؟ معلومه که نه. پول تو شورت بابا در بیارم ساندویچ بخرم؟ بابا شما چه گیری به شورت بابام دادین؟ آقا تو این خونه هیچی نداریم ما بخوریم. من سر صبحی سیفون نکشیدم. میتونی بری انم کف چا برداری بخوری. داش ظاهرا حساب نداری یا من بی زحمت همینجا پیاده میشم. کجا میری بابا پشمک؟ من که گفتم به چپم هستی. ان آقا شانس آورد من اهل خشونت نیستم، وگرنه با زور و کتک میآوردمش تو ماشین. برو گام شه کنار بابا. این لاشگوش چقدر آشناست. مستقیم؟ نه پس دنده عقب میرم. داشتی من یکم جلوتر پیاده میشم. اوکی، فقط ناموسن کرایه منو کجا گذاشتی؟ تو شورتمه. خیالت راحت. فقط امیدوارم دور دولت لولش نکرده باشی. نگران نباش، من یه واینر مردمی ام. شعورم میرسه. اتفاقا این چند ماه پیش که گاتلن برگزار کرده بودیم اومدی یه جمله سنگین گفتی و پرت شدی تو آسمون. اینقدر دختره تو کف منن که به همه‌شو میگم کفتر. آره دیگه، به هر حال تولید محتوا زحمت داره. دختری که تو بچگی عاشقش بودن الان بزرگ شده. ببین ناموسن پول توش هست. اگه هست همین الان یه کلیپ پر کنیم، هر چی شد نصف. پایتم داشتی جمله سنگین از من پرتاب از تو حرکت. میگه تو جیبته. البته جیب که نداری، تو شورتته. برو بریم. کی واسه ما شاخ شده؟ من خودم کوسه دریا. اوف حاجی عجب کلیپی شد بابا، دست خوش. فقط این مگه نگفت من کوسه دریام؟ چرا داره غرق میشه؟ میگم اصلا کی از ما فیلم گرفت؟ حاجی با این واسه دیگه هیچی نمیشه خرید. من امروز اون خالی زدم تو آب خوردم. شما آب دارین؟ ما آب و گاز اون کلا قطعه. باز خدا رو شکر برق داریم. نه بابا برق 3 سال نداریم. اینقدر نموده اصلا دیگه حسابش نمی‌کنیم. هی بالا سای حیفنون پول دارین؟ دل فرض که داریم. انتظار داری بیایم دو دستی تقدیمت کنیم؟ نه عزیزم چی فکر کردی؟ خودم دو دستی ازتون میگیرم. حاجی 2 قرون پول تو جیبشون نداشتن یا احمقا. بابا ناموسن سابقه نداشته 8 ساعت هیچی نخورم. برو کنار بیگ اسپان خودش از پسش برمیاد. رایدر
رایدر کجای بنگیه متحرک؟ خدا سرشاده که تو دستشویی باشه و چیزی که نباید ببینم وسط بازت میکنم. خدا رو شکر پس اینجا نیستش. حداقل برم سر یخچالش یکم خوراکی بردارم. حتی لاشی جفت کردم دیوس. تو بودی که خوراکی های منو میدزدیدی، چون من هر سری گوله هیکل اسموکو میخوردم. خفه شه بابا، همچی میگه خوراکی انگار خاویار تو یخچالشه. نهایت یه سیب و 2 تا موز دیگه. واقعا؟ چی واقعا؟ سیب و موز تو یخچالمه؟ من چه میدونم، همینطوری یه چی گفتم. آخه پرش واسه چی الکی امیدامو زنده میکنی؟ من 2 ساعته میخوام تریاک بکشم و معده خالی نمیتونم. هیچی دیگه، وقتی گوخور اعظم شکمش خالی باشه یعنی واقعا یه جای کار میلنگه. آب که دیگه داری، گلوم خوش شده. تشنته؟ یکم آدم باش. داره تربیت داشته باش. تو مگه یه هفته نیست داری مسافه میبری میاری؟ و پولاشو شکار کردی؟ شیاف کردی؟ بابا ماشینم افتاد تو دریا، پولم هم تو داشبورد بودن. من همون اولم گفتم تو به درد این کار نمیخوری، ولی از شانس خوبت با من رفیقی. بگو چرا؟ من سر پا میشاشم تو اون روزی که یکی ارتباط بین ما رو به اسم رفاقت گذاشت. اگه رفیق من نیستی چه گوی میخوری اینجا؟ خیلی خب، حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. یعنی تو فکر کردی من مغز خر خوردم که دوباره با تو آدم فروش بیام دزدی، آخرم بیافتیم کف زندون آب علی خنک بخوری؟ اگه منظور دزدی از اون بانکه است که همش به خاطر بیورز بازی‌های خودت بود، یادت نیست چه بلایی سرمون آوردی؟ عوضی داری به خاطره اشتباهی فکر میکنی. ببخشید حواسم نبود. ببین تو مطمئنی این پلن شدنیه؟ تو فکر میکنی واسه چی به من میگن رایدر نینجا؟ من که نمیدونم کدوم دله اینو بهت گفته، ولی هر کی گفته قطعا رو مواد بوده. ببین مولا در این پلن نمیره. 1 ساله که این بانکو زیر نظر دارم و ریز و درشت جزئیاتش مثل نون تو دستام. مثل چی؟ نون. نون دیگه. کونه. ببین فقط پول غذا رو حساب کن، سریع بریم تا پشیمونم نکردی. خدا آخه اگه من پول داشتم کونم میخورید بخوام از بانک دزدی کنم؟ ببین فکر نکن غذا رو تونستی سگ خور کنی، یا دونگ تو پولی که از بانک میزنیم کم میکنم. خیلی خوب، حالا یه وعده غذایی به یتیم مستمن دادی، ای گدا گوشت بازی در میاری. خب همینه، فقط باید اول بریم کوچه پشتی تغییر هویت بدیم که کسی نشناستمون. احمق جوراب تورتوری مادر بزرگ که کردی تو سرت هنوز قیافت معلومه که. بابا من انقدر مثل نینجا عمل میکنم که اصلا به همینم نیازی ندارم، ولی خب حالا واسه محکم کاری زدم. جون مادر تو فقط عقب وایسا، نه حرف بزن نه گوی بخور، خودم اوکیش میکنم. هیچکی از جاش نفس نمیکشه، از جاش تکون نمیخوره. آفرین، همین که رئیستون میگه. رئیس منم، اون منشیه. تازه‌شم جایگزین بعدی رئیسم منم. کی همچین حرفی زده؟ رئیس خودش به من گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت. بیا وسط. خب فیوزا، من مثلا اسلحه کشیدم سرتون، گالتون رو ببندین تا شلیک نکردن. راست میگه دیگه، به چپ بابای اسموک کی چه کار است؟ دخلو خالی کنین. ما اینجا پول نمیدیم که، فقط میگیریم. بیا اینو بگی دیوس، فکر کردی با شوخی دارم؟ رئیس راست میگه دیگه، بانک اصلا پول نداره. اگه بانک پول نداره شما اینجا چه غلطی میکنی؟ داشتیم از فامیل بازی میکردیم، غذا با چی بنویسم؟ سبزی پلو با ماهی. به مولا دارین یه راهی. چه راهی؟ اگه قول بدین با ما همکاری کنین تو مجازاتتون تخفیف قائل میشم. ببخشید ولی این دیالوگ مال پلیساست، شما دزدین. بابا دزد مرتی که اتفاقا بابا مسئوله. دیگه 100% دزده. احمق، صدا پلیسه، مگه تو حواست نبود کسی پلیس خبر نکنه؟ بابا صدا ماشین شهرداریه، الان میرم چک میکنم تا بفهمی. اینجا تحت کنترل ماست. خیال کردی سرنگین، برو به دوستا بگو بیان بیرون. ای جوان رعنا. خب پلیسه مثل که بگارم. هن کمرنگ تو دهنت رایدر، که این دختر سودش حتی بیشتر بود. یه درنیم. خدا شکرت، بالاخره تونستم با فروختن جفت کلیه‌های خودم و 7 نسل قبلم این ماشین رو بخرم تا تاکسی کار کنم و چوس مسخال پول در بیارم. گمشه بیا پایین بابا، در حال فراری نشسته دیالوگ میگه. یالا پا بزن آشغال، منتظر چی هستی؟ حداقل یه تایرشو بهم بدیم با چند تا کلیه‌ها رو پس بگیرم. این شانس آوردی تونستیم در بریم، اگه گیر میافتادیم خشتک رو سرت بود. احمق مستقیم نرو، داری برمیگردی تو کون پلیسا. خفه شو بابا، تا نمیخواد به من بگی کجا برم. دستا بالا، شورتا پایین. با من آماده شین بریم زندان.
قبول داری هم نفهمی هم بیشور؟ در دهن تو بذار. ایده دزدی مال بابای اسماک بود. ببین تو اگه طبق لوکیشن میرفتی الان رو مبل خونم چیل کرده بودم و داشتم بهمن دولیمو میکشیدم. آره لابد با پولایی هم که از بانک دزدیدی می‌خواستی سیگار بگیری. چه گوی داشتین می‌خوردین شما؟ تو از کجا ما رو پیدا کردی؟ نمیدونم تو خاطرت یهو به قسمتش فکر کردی که من میام. منم اومدم. ما رو بیار بیرون. ما رو تو شورت بابا اسموک بیارم بیرون. احمق منظورم اینه که ما رو بیار بیرون. ما منو این داداش چس شربت. بعد وکیل بگیرین و مراحل قانونی دادگاه طی کنین. ناموسن؟ نه بابا زر زدم. به اون قسمتی از خاطرت که آزاد میشی فکر کنی اوکی میشه. حالا فهمیدی که همش تقصیر تو بود؟ اصلا تو راست میگی، همش تقصیر من دیگه عمرم با تو دزدی نمیام. این خط اینم یه خط دیگه. ببین من آمار این یارو رو در بردم تا 3 ساعت آینده خوابشم به شدت سنگینه. من ریدم تو اون آمارایی که تو میگیری. به گردنم یارو همین الان با اسلحه‌اش میاد قیممون میکنه. من قیمه دوست ندارم. نمیشه قرمه سبزی میکنه. من شاشیدم تو سطح تنزل. یه وسیله بذار رو کولت سری بریم. تلویزیونش با من. آخ جون شاممونم جور شد. احمق 2 تا چیز مفید بردار. پیتزای کپک زده به چه دردت میخوره؟ دیویدی پلیرش دستمه بسمه. اینا تا آشغالا میدیم اسموک بخوره. آجی در اتاقش هم کندم. در اتاقش؟ سارا جون تو وایسین بینو. به جون مادرم سلام. من همسایه بغلیتونم. من بیخواب شده بودم. گفتن سرا خوربوفتون چون برام مثل لالاییه در اتاقتون رو برداشتیم بی زحمت گفتیم سراتون بیشتر شنیده بشه. بگم خورزومان رو پیشونی ما نوشته حال برده. شرافتاً کلاه زدی رو پیشونی تو نمیبینم ولی اینجا رفیقم از چشم بصیرت داره. اجازه بده از رایدر. اگه معیار نباشی خلبومه من فراری بومه. برید کنار پلیسای حمال. با یه آپرکات تمیز خواهید رفت زیر. به ناموسام کاشتامت. آجی بزن تا میکس کف و خونشون بپاشه بیرون. اوی رایدر آدم فروش. ببین کی اینجاست. گل پسر بیا یه گیمی بزنیم. ببند دهنتو نکبت آدم فروش. من دیگه گو بخورم به تو اعتماد کنم. راست گوی چیکار کرده مگه؟ وسط دزدی برداشته در اتاق خواب یارو اجا کنده برام در رفته. پشمام یارو پا شده خیر منو گرفته. آقا من سر سفره بابا ننم که بزرگ نشدم. تو جوب پیدام کردن. چه انتظارای بی جای ازم داری؟ به ناموس خدا یون راست گو. رایدر بی ناموس که معروفه. این شانس آوردی من کارمو بلدم وگرنه الان پلیسا ریخته بودن تو خونت. بعد صدا ماشین پلیس نمیاد؟ نه بابا صدا آمبولانسه. حتما اسموک زرتش در رفته زلزله اومده. یالا بیاین بیرون تا از پنجره حمله نکردم داخل. به قرآن اسموک تو خونه جفتیه. احمقا اومدن شما رو بگیرن. چیکار اسموک دارن؟ چی ما رو بگیرن؟ اصلا کسی منو تعقیب نکرده بود. کسی نبینم حرف دوزی بزنه. اصلا گردن نگیرید. دستو بالا. بخوابین رو زمین. این سرقت مسلحانه است. ببخشید این دیالوگ مال دزداست. شما پلیسین. شما همه خرابا به جرم دزدی بازداشتین. آقا پلیس سوء تفاهم شده. والا راست میگه. در ضمن شما اصلا مدرکی ندارین. چون من مثل نینجا خیلی سریع وسایلمو دزدیدم و فرار کردم رفتم. خاک تو فرق سرت کنن. لاشیا دیگه چرا منو لو دادی که ساقی منطقه‌ام؟ دیگی که واسه من نجوشه. سرشو بگیر. آقا یکیتون زنگ بزنه سویت بیاد ما رو در بیاره. آخه وسط سلول تلفن از تو شورت بابا اسموک در بیارین. یه بار دیگه راجع به شورت بابام حرف زدین قطعا به جرایمم اضافه میکنم. تو رو دیگه واسه چی گرفتن؟ خیر سرم رفتم 2 لقمه غذا خوردم فقط. داداش حساب ما چقدر شد؟ چی داشتین؟ 2 تا شماره 9 یه شماره 9 بزرگ، یه شماره 6 با سس اضافه و یک شماره 7 و یک شماره 45 با یه نوشابه بزرگ. سر جمع میشه 3,578,000 تومان. یکم گرون نمیگی؟ دلار 47,000 تومان. یورو چی؟ اونم 50,000 تومان. خب خلاص آره واقعا اقتصاد خراب شده. دستتان درد نکنه. روزت بخیر. آخه کی؟ معلول مغزی چیزی هستی؟ حساب نکردی غذاتو؟ مطمئنی؟ همین الان دست کردم تو جیبمو. آره ولی فقط دست کردی. دست که تو جیبت بدش به من. باش عزیزم بیا. اگه میار نباشی خلبامه من فراری بومه. دستا پایین شورتا بالا. خب اینو که همین الانم دارم انجام میدم. غذا میخوری فرار میکنی؟ فکر کردی مملکت صاحب نداره؟ آفرین که منو گرفتین. اتفاقا مفسد فعل ارزم منم. دیوس اقتصادی هم منم. هرچی تو این مملکت برده و خورده شده من بردم و خوردم. آب دریاچه ارومیه هم من سر کشیدم من. ماشاءالله چه دل پری هم داشتی. آره خب تازه غذا خورده بودم. ماشاءالله یکمون هم تبحر خاصی تو فرار کردن از دست پلیس داریم ها. من شکمم سنگین بود وگرنه یه جوری فرار میکردم چیزم هم نمیتونستم بگیرم. باشه تو راست میگی. اصلا حرف بعدیت هم درست. تو فکر کردی فرار کردن واسه من دشواری داره؟ واره
خب پلنت واسه فرار از اینجا چیه آقا؟ من همیشه محض احتیاط یه بمب تو شورتم نگه میدارم. شورت 3X داشت که به پوشی همینه دیگه. انگار چادر مسافرتی، همه چی تو جام شلام هستن. خیلی خوب، تمام کاری که باید بکنی اینی که بمبو بندازی بیرون سلول، میلا به چخ برن، ما فرار کنیم. حل چشاته. آفرین باریکلا، دقیقاً اینجا بیرون سلوله، به خاطرات پیوستیم. یادمان گرامی.